حالتون چطور؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال برسام کورکس. آقا امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی متفاوت. تست داریم، تست ترش ترین آب نبات دنیا. یارو گفته که آموزش هم داره، تازه گفته که اول از روش درش میاریم، بعد اینطوری آماده کردن تو درم کنیم، وقتی میخوریم این شکلی میشیم. هورا! کسایی که این قیچی رو میشناسن بیونم من باید چی کار کنم. دو نوع بسته داره، یکی اینه یکی هم اینه. واو، و خیلی ها خوردن رو میگن که خیلی ترشه، ببین خیلی ترشه، میخوام نو ریاکشن برم. اصلا نرفت تو دهنم. 3 نمیاد. 3 2 1. بعد چند ثانیه یا دقیقه ترشیش میره. الان اینجا صاحب نموزه ترشیش میره و خیلی خوشمزه استش. و اینکه اونقدری که اونا تو فیلم اینا در می آوردن اصلا ترش نیست. خدایی خوشمزه است، من خوشم آمد. چند تا هم اگه میخوایی چند تا هست؟ 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا با این 6 تا و 30,000 تومانی کلن 6 تاش. خیلی خوشمزه است، پشمام. اینو میذارم برای اوقات فراغتم تو کیفم. خیلی خوبه، بی‌نظیره. و این که ارزش خرید داره یا نه، اگه بتونی اولش رو تحمل کنی واقعا بی‌نظیره. خب گایز، چهارشنبه سوری و عیدتون مبارک باشه. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. گودبای.